به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، امیدوارم سلامت و سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. خداوند جل و علا بعضی روزها و شبها را بسیار فضیلت و جایگاهی بلندی بخشیده است و یکی از این روزها روز عرفه و روزهای عید می باشند. خداوند جل و علا در روز عرفه بندگانش را می آمرزد و از آتش جهنم می رهاند. روز عرفه روزی است که شیطان بسیار ناامید است از رحمت پروردگار جل و علا. وقتی می‌بیند بندگان همه بخشیده می‌شوند و کامیاب می‌گردند. مهمانی برنامه ما رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان استاد عبدالقادر زاده سید مکرم. خوش آمدید استاد گرامی. سلام باشید. سلامت سربلند باشید. در اول استاد می‌خواستم که در موضوع جایگاه و منزلت روز عرفه صحبت می‌کردید. به نام خداوند بی‌نهایت بخشنده و بی‌نهایت مهربان. حالا روزی عرفه، حالا پیامبر علیه السلام میگه که الحج عرفه، یعنی حج این عرفه است. حالا یکی از بزرگترین روزهای سال این روز عرفه است. هیچ روزی وجود ندارد که پروردگار بندگانش رو به سبب توبه و استغفار و طلب رحمت و مغفرتی پروردگاری از آتش جهنم رها بدهد مگر روزی عرفه است. حتی پیامبر علیه السلام در حدیث مبارک میگویند که خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا نزد پروردگار، یعنی بهترین دعا نزد پروردگار یعنی چی؟ یعنی دعای اجابت شونده نزد پروردگار این در روز عرفه است. چی در اونجا باشند، چی در مکان یعنی وطن و کشور و خانه خود باشند. هر کسی که در این روز یعنی چیکار کند، دعا کند، نیکی انجام بدهد، پروردگار اون نیکی رو چند برابر قبول میکند و بنده اش رو از گناه پاک میگرداند. و بهترین روزی هست که یعنی چطوری که حالا قید نمودید، روزی ماتم شیطان است. چرا؟ به خاطر که پروردگار بسا بندگانش رو، بندگانی که سزاوار عذاب جهنم هستن اونا رو میامرزد، یعنی رهایی میابند، نجات میابند. برای همین یکی از بهترین روز است که یعنی مسلمان باید که غنیمت بداند. استاد گرامی، در موضوع دعای روز عرفه گفتید. بینندگان میپرسند کدام دعاها رو در این روز عرفه گوییم؟ یکی از دعایی که خیلی مشهور است و روایت شده است از پیامبر علیه السلام که میگوید که من برادرانم از پیامبران و نبیین دعا میکردن این لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این است که این وصف و صفت پروردگار است. با یکگی و یگانگی ذات پروردگار چکار میکند؟ بنده مؤمن اقرار میشود و به عظمت و بزرگی پروردگار، یعنی پروردگار رو به عظمت و بزرگیش وصف و صفت میکند. این در نوبت اول. حالا درست است که انسان ها، مسلمان ها، خصوصا بینندگان زیاد میپرسند که چکار کنیم که یعنی ثواب زیاد به دست بیاریم یا کدام دعا بگوییم که هر چیز زودتر قبول شود و شامل رحمت الهی شویم. حالا این در نوبت اول. حالا که دیگر پروردگار رو با صفاتهایش ذکری به یکی از ذکرهای بهترین سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، این ذکر را اگر در این روز بگوید واسه اجر و پاداشی بزرگی دارد. گذشته از این باز دیگر حدیثایی که یا که دعاهایی که یعنی خیلی مشهور است و پروردگار بندگانش رو به سبب این دعاها نجات دادگی هست. حالا دعای حضرت یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین، یا دعای پیامبر علیه السلام حضرت محمد علیه السلام دعای مخصوصش ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یعنی این دعاهایی هست که باید که مسلمان دعاییم همیشه و خصوصا در روز عرفه این دعا رو بگوید، سبب مغفرت گناه و شامل شوی رحمتی پروردگار می شود.
حالا دعا خیلی زیاد، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خیلی دعای زیادی هست، از جمله این که ذکر کردیم خیلی یکی از مهم اساس. حالا خوب است که در نوبت اول با این آغاز کند و در دوام هر چی که میخواهد، هر چی که آرزو دارد و هر چی که طلب دارد از پروردگار طلب کند، دعا کند. حتمی روز اجابت دعا هست، پروردگار دعایش قبول میکند و شامل رحمتش میکند. سلامت باشید. هستن انسان هایی که زبان عربی رو نمیتونند، یعنی با زبان عربی دعا کردن نمیتونند. شما با آنها چی توصیه میکنید؟ بهترین دعا همونی است که بداند چی میگوید. حالا میشد بعد زبان تاجیکی، حالا دیگر همه تلفن ها ترجمان دارد، بزند این دعا رو، ترجمهش به زبان تاجیکی میبروید. حالا که دیگر در این برنامه ما وقت نداریم که همه اینا رو ترجمه کنیم، تفصیل کنیم و یا که شرح بدهیم. خب اگر که میتوانن، حالا قرآن همه این دعایی که ما گفتیم در قرآن هست و ترجمه، یعنی پرزیدنتی ما داریم زیاده قریب 300,000 یعنی عدد چاپ شدگی است و به مردم تقسیم شدگی است و اکثریت کلی مردم ترجمه قرآن رو دارن، یعنی قرآنی با ترجمه رو دارن. یعنی از روی این ترجمه قرآن یعنی چیکار کنن؟ ترجمهش رو یعنی بخونن. عربی رو که نمیدونن یا که برایشون دشوار هست، خوب است که ترجمهش به زبانی تاجیک، هر انسانی به زبانی خودش باید که مناجاتش روزی دلش بگوید. مهم اساس یعنی از روی اخلاص، اعتقاد و با صمیمیت و با تمام با کمال آداب و اخلاق، یعنی وقتی که با پروردگارش مناجات میکند، حتمی پروردگار یعنی دعای بنده اش رو قبول میکند. و یکی از عملهای این روز، یعنی روز عرفه، روزه است. روزه در این روز چی برکت و چی منزلت دارد و چی جایگاه دارد؟ پیامبر علیه السلام در حدیث میفرمایند که صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله و السنة التي بعده. میگویند که روز عرفه، یعنی امید دارم از پروردگار که یک ساله گناهی گذشته و یک ساله گناهی آینده رو پروردگار بر سبب روز عرفه پروردگار بیامرزد و یعنی خیر برکتش رو ارزانی کند برای بندهش. البته این روزه سنتی هست و کسی که توان دارد، حالا بیمار و دیگر نباشد، کسی که امکانیت و توان دارد، حالا که در عرفه خودی اونجا باشد، برای اونا ممکن نیست روزه گرفتن. اما اون کسی که بیرونی عرفات هست، حالا اینجا مردمی دیگر به مقیم، یعنی اینا یعنی همچون شریک شدن در دعای اونجا بدگی ها. وقتی که روزه میگیرد و دعا میکند، پروردگار دعایش را قبول میکند و بسا فضیلتی زیادی دارد روزی عرفه. خداوند جل و علا به همه ما و همه مسلمانان از فضل و برکت این روز برخوردار گرداند. استاد گرامی، تکبیرات تشریق، یعنی تکبیراتی که در روزهای عرفه و روزهای عید گفته میشوند، از کدام نماز شروع میشوند و در کدام نماز می انجامند؟ روز چهارشنبه عید است. روز چهارشنبه عید است، فردا یعنی سه شنبه. روز سه شنبه از نماز بامداد شروع می شود تکبیر تشریق، الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. یعنی عظمت و بزرگی پروردگار رو ذکر میکند که پروردگار بزرگ است، پروردگار بزرگ است، پروردگار بزرگ است. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. هیچ خدای وجود ندارد مگر الله سبحانه و تعالی و الله سبحانه و تعالی بی نهایت بزرگ است. ولله الحمد. و تمام تعریف و وصف و صفت و حمد و ثنا و تعریف پروردگار، سزاواری پروردگار است. وقتی که پروردگار رو با این وصف و صفتش بنده اش یاد میکند، پروردگار در عوض هر یک وصف بنده اش برای بنده اش اجر و پاداش عظیم عطا میکند. یکی از سنت‌های عید قربان از روز عرفه تکبیر تشریق تا 3 روز عید، یعنی همگی 5 روز دوام میکند.
بیایید در موضوع روز خرسندی یعنی روز عید صحبت کنیم. استاد گرامی از حکمت ها و فایده های این روز میگفتید. حالا پیامبر علیه السلام میگه که ما عید داریم. بله. ایدی ما ایدی چی هست؟ رمضان و ایدی قربان هست. یعنی عید به معنای یعنی یکی از مضمونهایش یعنی روزی خرسندی و روزی خرسندی در حالت روزی خرسندی می شود که انسان نیکی انجام بدهد. حالا اگر انسان در خرسندی هایش یکون معصیت و یکون مصیبت بلاش بیاد، حالا اون خرسندی به یک مصیبت تبدیل می شود. به خاطر که ایدی مبارک و با برکت شود، ما باید در اون روز یعنی کارهای نیک انجام بدهیم. و یکی از سنت‌های این است که پیامبر علیه السلام حتمی عید قربان و عید رمضان غسل می‌کردند و بهترین لباس در بر می‌گرفتند و بهترین خوشبویی که می‌داشتند اون خوشبویی‌ها می‌کردند. این از سنت‌های چیز روزی عید است که هر کسی سالم باشد، صبح بر وقت پیش از نمازی فرض کردیم بامداد به نیتی یعنی چیز به نیتی نمازی عید یا اینکه بعدی بامداد اگر فرصت شود بعدی بامداد پیش از نمازی عید غسل کنند، آبازی کنند و بهترین لباسی داشته اش رو خو نو باشد خو کهنه باشد، حالا کهنه باشد شستگی باشد، یعنی بهترین لباسش رو در بر کند و خوشبویی بزند. و پیامبر علیه السلام از راهی که به نمازگاه یا به مسجد می آمدند و از مسجد با راه دیگر می رفتند، از یک راه آمده رفت نمی کردند. به خاطر چی؟ حالا به خاطر که انسان در هر کاری ثواب وقتی که از یک راه می رود با راه دیگر می رود، حتی اون راه تمام موجودات شاهدی می دهد که همین مسلمان برای این عبادت مسجد رفت و این مسلمان از عبادت یعنی از مسجد به سوی خانه اش رفت، شاهدی میدهند. برای چی در راه انتخاب است؟ در آمدن یک راه و در رفتن دیگر راه. یعنی این حکمتش در همین است که حالا حتی که زمینی که سجده، مسجدی که سجده میکند، راهی که قدم میزند، در جایی که میرود، همه این شاهدی میدهند. همه یعنی شاهدی. حالا پیش شاید که تا یک ذره دشوار بود برای تصور و فهمیدن انسان ها، تا یک ذره دشوار بود. حالا خیلی ساده و عادی شدگی است که حالا فرض کردیم در راه کامیراها هست، تمام حرکت و کردگی راه قدم زدگی در اونجا معلوم است و راه دیگری هم اونجا کامیراها هست، یعنی قدم زدن رو میبیند. یعنی به مانند همین اون راه و اون زمان و اون مکان اون وقت یعنی شاهدی میدهد که برای کاری خیر برای عبادت قدم زده بود، برای همین راه را عوض میکرد. حالا خوب است که نمازگزار قبل از اون که به نماز یا با راهی که به نماز میآید درود و صلوات گفته بیاد. اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. حالا با این صلوات گفتن یعنی مسجد بیاید و نمازی که خواند، حالا که یکی از سنتاش این است که چند نفری یعنی آغوش بگیرد، تبریک بگوید، تهنیت بگوید. و یکی از سنتایی که در روز عید میگویند مسلمانان همدیگر رو تقبل الله منا و منکم جمیع اعمال صالحات، پروردگار از ما و شما تمام نیکی ها و عبادت های ما و شما رو به درگاهش قبول کند و عیدتون مبارک باشد. تبریک و تهنیت بگوید و دعای خیر و برکت بگوید که پروردگار طاعت عبادت ها رو قبول کند. این از سنت ها هست. و چهرک شدن، حتی پیامبر علیه السلام میگه که التبسم علی وجه اخیک لک صدقه، چهرک شدنت، لبخند زدنت، تبسم کردنت بر روی برادرت برای تو اجر دارد. این برات اجر هست و این ثواب دارد. حالا چهرک شده، خب خوشبویی گفتیم، لباسی بهترین و چهرک شده و چند نفر رو تبریک تهنیت و با راه دیگر رفتن. حالا خوب است که وقتی که عبادتی رو انجام میدید بعد اون عبادت استغفر الله استغفر الله استغفر الله بهتر و خوبتر است. استغفر الله اومدن صلوات بگوید، رفتن استغفر الله بگوید، هم در اومدن خیر و برکتی پروردگار رو جلب میکند و هم در رفتن یعنی چیز برکت در استغفر الله گفتن تنها یعنی برای مغفرت گناه نیست، درست که برای هم پروردگار به سبب این استغفار هم گناه رو میامرزد و هم انسان رو پروردگار از گناه کردن منع میکند.
استغفار سبب می شود که انسان دیگر گناه نمی کند. حالا استغفار سبب می شود که خیر برکت الهی در رزق و روزی و جان و فرزنده و اهل و خانواده، یعنی سبب رزق و روزی و برکت در اهل و خانواده و فرزندانش می شود. یعنی استغفار گفتن یا که دیگر ذکرها رو کردن. البته مهم اساس با نیت نیک، با نیت نیک و قلب صاف و پاک بیاید مسجد و با یعنی قلب صاف و پاک برود از مسجد و اهل و خانواده رو تبریک و تهنیت گفتن و تحفه به قدر امکان به اهل و خانواده ایدی اگر به فرزند و نبیرا و دیگر اهل خانواده، یعنی تبریک و تهنیت گفتن و آغوش گرفتن. این یکی از سنت‌های چی هست؟ عید است. یعنی باید که خوشگو باشد، چهرک شده باشد و عید رو با خرسندی و خوبی بگذراند. در همین صورت اون عید مبارک با برکت و اجر پاداش زیادی از این عید حاصل میکنه. سلامت باشید. استاد گرامی، در نماز عید ما میبینیم که بسیاری ها بعد از نماز عید زود ترک میکنن. آیا خطبه عید رو شنیدن سنت است یا اینکه واجب است و چی حکم دارد؟ باید حتما شنیدن رو یا اینکه؟ خوب شد قید کرده. یعنی چی هست؟ نماز عید عبارت از چند تکبیرات است. از آن ندارد، قامت ندارد، 2 رکعت نماز است. بعد از نماز خطبه دارد. یعنی تمام نمازگزار باید واجب است که اون خطبه رو گوش کنند. حتی اگر هنگام خطبه، یعنی وقتی که واجب شد، این عبادت است، یکی از عبادت‌های مهم است. هنگام خطبه اگر صحبتی کنند یا که اشاره کنند یا با کار مشغول شوند، حتی با ذکر مشغول شوند، حتی با تلاوت قرآن مشغول شوند، گناهگار میشود. باید که یعنی واجب معنی اون رو دارد که باید چیکار کند؟ باید که گوش کند. یعنی چی رو؟ خطبه رو با پررگی گوش کند. یعنی یکی از واجبات است که باید. حتی در روایت اومدگی است که صحابی نماز میگذاشت زود میبرامد میرفت. حال نماز عید نی، نماز عادی، نمازهای 5 وقته. بعد پیامبر علیه السلام روزی اون رو منع کرد. گفت فلانی نمیستی یک کمی از رحمت الهی یعنی آرزو کنی، طلب کنی، دعا کنی؟ یعنی چرا اینقدر سراسیمه بعد از نماز میروی؟ گوی رسول خدا من یک لباس دارم، یک لباس نمازی داریم. حالا که من نمازم خوندم زود میروم تا اینکه همسرم با همین لباس من نمازش رو بخواند تا اینکه نماز اون دیر نشود. یعنی حتی پیامبر ببینید که پیامبر علیه السلام میگه که سراسیمه نباش. متاسفانه بعضیا بالای مردم خیز میگیرن، بالای سر مردم خیز میگیرن و دیگر این عذر میدین. عذر دادن گناه است. باید که صبر کنن. خب خطبه رو با پرگی گوش کنند. بعدی خطبه یک چند نفری رو در مسجد جای مبارک تبریک تهنیت بگویند تا اینکه از این ثواب محروم نشوند. تا حتی لبخند زدن که ثواب داشته باشد. حالا برادر مؤمنش رو در مسجد خب دست افشانی کند با یک اظهار احترام و محبت، دوستی. البته این اجر پاداش عظیم دارد و به مبلغ و به هیچ ثواب به دست آوردن این خوب است. سلامت باشید. استاد گرامی، بعد از نماز برای بسیاری از مسلمانان قربانی واجب است. آنها قربانی دارند. آداب قربانی چگونه است؟ باید چگونه با حیوانی که قربانی میشود معامله کرد؟ مسلمان باید به همه رحم کند، چی به انسان چی به حیوان. حالا وقتی که قربانی کردنی هست، خصوصا اونایی که قصابایی که متخصصین این ساحه هستند که انجام میدن، باید کار چنان تیز باشد که زود همون رگ‌های اساسی خونرو رو ببرد که حیوان در هنگامی چیز ذبح عذاب نکشد. حتی پیامبر علیه السلام باری گوسفندی رو دید که در پیش بره‌اش میکشند و گفت که از خدا نمیترسید؟ میخواهید این رو 2 بار ذبح کنید؟ یک بار میبیند ذبح شده ایستاده است و دیگر، یعنی باید که حیوانی که ذبح میشود در پیش حیوانی دیگر ذبح نشود. این رحم است. حالا میگه کرد رو چنان بکش که رگ‌های خون، وقتی که رگ‌های خونگرد بریده میشد دیگر درد حس نمیکند حیوان، همه خونش میریزد و تیپ اثبات کردگی است که تمام میکروبی که وجود دارد در بدن حیوان با این خون میبراید میرود. گوشت بی‌ضرر میشود، گوشت شفا مفید میشود. برای همین وقتی که کرد رو سخت که میکشد تا مک میرود رگ‌های اساسی رو میبرد، حیوان احساسی درد نمیکشد. چرا که مغز از بدن، از قلب یعنی کنده شدگی است، قطع شدگی هست
برای همین درد هیچ نمیکنه. برای همین باید که هر انسانی که خود ذبح میکند یا قصاب ذبح میکند باید این رحم رو و این قاعده رو باید رعایت کند. حتی در پیش حیوان دیگر رو ذبح نکند. اگر که امکانیت ندارد ممکن است یک لطه یک متوع قطعی چشم اون حیوان رو ببندد که نبیند و ذبح کند و در ذبح باید که آسانگیری کند. گوشت ذبح شده رو از قربانی باید چند تقسیم کرد؟ یکی از مستحبات که در اون اجر پاداش و خیر برکت زیاد است، گوشت قربانی رو به 3 قسمت تقسیم کند. حالا انسانی که فرض کردیم توانمندی دارد که چند تا میکشد، برای اون نیست. اون میشد که همش رو با فقیر و نیازمند، یتیم و بیچاره و کمیزات و اویلای قرضدار و کمیزات یا که دار نیازمند تقسیم کند، مشکلی نیست، ثواب زیادتر میگیرد. لیکن انسانی که یک گوسفند یا یک گاو فرض کردیم قربانی میکند، سنت و مستحب یعنی کاری دوست داشته و ثواب زیاد در همون است که به 3 قسمت تقسیم کند. یک قسمتش رو برای با اهل و خانواده‌اش یعنی استفاده کند، خود ذخیره کند، خود که در حال میخورد. یک قسمتش رو برای دیار و دوستان و نزدیکان و پیوندانی که میآیند زیارت برای اونو تقدیم کند و یک قسمت دیگرش رو 3 دیگرش رو خام تلاش فرض کردیم پاکت کند و با چیز اویلهای کمیزات تقسیم کند. در همون صورت اون قربانی یعنی کمال اجر و پاداشش رو حاصل میکند قربانی کننده. انسانی رو میدونم که میگه ایال زیاد دارم، فرزندان زیاد دارم، من خود نیازمندم به همین گوشت قربانی، یعنی میتوانم که آن را خود استفاده کنم؟ میتواند استفاده کند، اما البته از اون ثواب محروم میماند. حالا در همین استفاده خود از این گوشت قربانی که گوشت عبادتی هست، گوشت قربانی یعنی گوشت عبادتی هست، از ثواب برای با اهل و خانواده‌اش ثواب حتمی میگیرد. چی خودش بخورد چی اهل خانواده‌اش بخورد ثواب دارد. لیکن با اویلهای کم بیزاحت اگر برسونه ثوابش بیشتر است، از این ثوابی بیشتر محروم میماند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله حالا که میبینیم زکات و فطر روزه و قربانی این همه رو ببینید با چیز با نودار داده میشود. چی زکات باشد، چی فطر روزه باشد، چی قربانی باشد، با اویلهای کم بیزاحت داده میشود. به خاطر چی؟ به خاطری که در جامعه یک انسجام، یک محبت، یک احترام، یک دیگر قدرکنی، یعنی نیتی نیک خیر نسبت هم دیگر طبقه ها با هم دوستانه و اهلانه و برادرانه باید زندگی کنند. هر چقدر که انسان اگر با نادار و با کمبیزاعت و با ضعیف و با ناتوان رحم کند، پروردگار با اون همون قدر چکار میکند؟ رحم میکند. برای همین از جهتی که حالا رحمی دیگر فکری دیگران رو کند، پروردگار همیشه در فکر این بنده اش است. از قدیم مردم ما یک چیز میگویند که این خیلی مهم است. میگن اگر ما با یک دیگر با هم دیگر رحم نکنیم، پروردگار با ما رحم نمیکند. اگر ما با هم دیگر رحم نکنیم، پروردگار با ما رحم نمیکند. برای همین حدیث پیامبر علیه السلام است که میگن که الرحمون یرحمهم الرحمن، یعنی این که میگه ارحموا اهل الارض یرحمکم اهل السماء، شما اهل زمین رو رحم کنید، اهل آسمان به شما رحم کنند. حالا رحمتی پروردگاری و دعا و خیر برکتی تمامی ملائکه برای این انسانی که رحم میکند، برای این خیر برکت الهی و دعا و درود و یعنی طلب رحمت و مغفرت ملائکه ها برای این بنده به وجود می آید در نتیجه رحم کردنش. سلامت باشید دوستان گرامی، سپاس زیاد که در این برنامه وقتی خود را دریغ نداشته اشتراک نمودید. برکت بینید، سربلند موفق باشید. موفق باشید، سلام باشید.